سلام دوستان. میز مکشمون خراب شد. میز مکشمون از برند آلمان 110 است. این پیدالش کار نمیکنه. ببینیم که چی شده. روشن نمیشه ولی اینجوری باید باز کنیم ببینیم مشکلش چیه. دوستان همونطوری که مشاهده میکنید این اهرم میکروسویچ انقدر پدالش رو اینجوری فشار داده این شکسته. حالا این شکسته بعد با چسب یه ذره اینو به جا بزنیم سر جاش درست میشه. اینو نو خریدم. این دوتا فرقی نمیکنه، دوتاش یک کار انجام میده. این کار میکنن. این سیبش چپ و راست نداره، فرق نمیکنه. یکیشو میزنه اینجا، یکیشو میزنیم اینجا.